این پنجمین قسمت از دو نقطه هستش. خیلی خیلی قدردان همراهیتون هستیم. خیلی ممنونیم که در این مدتی که فاصله افتاده بود بین ضبط قسمت بعدی برنامه ما رو پیگیری کردین. قبل از اینکه بخوام برنامه رو شروع کنم، من میخوام از سمت خودم بگم که چقدر متاسفم برای بازداشتایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد. در تاریخی که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم چند نفر از فعالین چپ بازداشت شدن و واقعا برای همه ما خیلی شوکه کننده بود. بازداشت همیشه خیلی غم انگیزه، ولی وقتی که اینطوری یک گروه خاص از متفکرین هدف بازداشت قرار میگیرن و در سطح وسیع اتفاق میفته، خب نگران کننده ترم هست. به هر حال امیدواریم که در روزهای خیلی خیلی نزدیک خبر آزادی تک تکشون رو بشنویم. در این قسمت ما میخوایم راجع به سودان حرف بزنیم. به بهانه سودان از ایران خواهیم گفت و به بهانه ایران از خاورمیانه، و حتما در رابطه با نسبت غرب با همه این مجموعه حرف خواهیم زد. اما قبل از اون سلام کاوه، خیلی خوش اومدی. سلام، خیلی ممنون اتفاقا از اینکه این موضوع رو انتخاب کردی، موضوع سودان رو. و به هر حال منم سعی میکنم که اونقدری که از پس این موضوع بر بیام سعی کنم که اضافه کنم به این بحث. و به هر حال کاش، به نظر من اینم لازمه بگیم که کاش چپ ایران اینقدر فشل نبود که مثلا من و تو که لزوما حالا شاید تخصصمون آفریقا و سودان درست. نباشه، این احساس وظیفه رو بکنیم، این احساس مسئولیت رو بکنیم که بیایم و راجع به این مسئله و ارتباطش با ایران و مسائل امروز ایران حرف بزنیم. چون که حالا اگر هر کسی قرار بود اون جایی که قرار هست باشه، من به اصطلاح دوست داشتم راجع به فرهنگ و هنر و فیلم و سینما و مثلا چه میدونم انقلاب، مسائل ایران و تاریخ معاصر ایران و اینا چیزایی که راجبش بیشتر سررشته دارم حرف بزنم. درست. ولی به هر حال راجع به سودان من از قبل علایقی داشتم برای این برنامه هم، تا اون حدی که حالا فرصت و به اصطلاح تواناییش رو داشتم مطالعه کردم که بتونم خیلی لطف شاید کردی. به اصطلاح یک بحثی رو به هر حال مطرح کنم که مفید باشه برای تحولات پر تلاطمی که این روزها در ایران و در منطقه ما در غرب آسیا در حال اتفاق افتادنه. خیلی ازت ممنونم، واقعا مرسی. خیلی هم تذکر مهمی دادی. و کاملا درست میگی. و فکر میکنم که یعنی علت این که خودم هم فکر کردم مهمه ما راجبش صحبت بکنیم همین هستش که خب دوباره آدم میبینه که در فضای مجازی وقتی که بحران داره هی شدیدتر میشه، به نظر میرسه که مردم ما گیجن. حالا خود سودان خیلی هم ویژه است، به خاطر اینکه اصلا مثل این که به نظر میرسه جوری هم که خبررسانی داره راجبش میشه خیلی ناقصه. حتی به اندازه شاید فلسطین دسترسی کنشگران به اون منطقه باز نیست. خبرنگار اصلا من خیلی دقیق نتونستم بفهمم که اصلا وجود داره اونجا یا نه، ولی وضعیتش چجوری هستش و راجع به همینا میتونیم صحبت کنیم. اما به هر حال هی به وضعیت من نگاه میکردم، سوالای مردم رو میدیدم و میدم خب به حق این سوالا، و به قول تو انگار که هیچ کس یا گروهی هم خیلی خودش رو موظف ندیده که به صورت متمرکز روی مسئله سودان، چیزی که مسئله‌ای که دست کم از لحاظ امکان تکرار شوندگیش در برای جامعه ما هم میتونه مهم باشه کار نشده. به هر حال ما امروز میخوایم راجبش صحبت بکنیم و در واقع هر جایی که سرمون میچرخونیم خبری از سودان میشنویم یا میخونیم، یا اونقدر فاجعه باره که اصلا نمیشه تصاویرش رو نگاه کرد و حتی خطوط خبر رو خوند، یا به صورت کلی برای ما داره یک تصویری از نسل کشی با کشتاری واقعا فاجعه بار داره برای ما تداعی میشه. من فکر کردم که اصلا با اینکه سودان چرا اهمیت داره شروع بکنیم، اگر تو موافقی. بعد یکم راجع به اتفاقی که الان داره میافته اون وقت بریم صحبت بکنیم. ولی راجع به اینکه اصلا به صورت کلی این کشور چی هست، چرا، از چه نظر مهمه، چه نکات برجسته تاریخی داشته که خب ما خوبه که متوجهش باشیم. خیلی ممنون شقایق.
به هر حال من هر چقدر که توانایی و اطلاعات داشته باشم سعی میکنم مطرح کنم. به هر حال یه تلاشیه که داریم انجام میدیم دیگه، و هر جایی فکر میکنی که به اصطلاح اشتباه میکنم اینا رو لطفا به من گوشزد کن، چون همونطوری گفتم اصلا حوزه کاری من نیست ولی علاقه دارم چون به جنبش‌های ضد استعماری، جنبش‌های انقلابی در طول زندگیم و در طول تاریخ علاقه دارم و در نتیجه سعی میکنم که تا جایی که میتونم مسئله رو مطرح کنم. راجع به سودان هم یک نکته بسیار غم انگیزی که وجود داره همین چیزی که تو میگی، نه خبر درستی راجبش هست، نه خبرنگار به اصطلاح آنچنانی درش داره فعالیت میکنه. برکم میگی سودان، میگه آفریقاست دیگه. خبرنگار هست و نیست، یه جایی هستن یه جایی نیستن، ولی اونطور به هر حال ببین دلایلش هم دلایل غم انگیزیه، به خاطر اینکه اون کسایی که قرار خبرنگار بفرستن که راجع به اصطلاح مسائل اینوستیگیتیو انجام بدن نمیفرستن. یه تمامی شبکه‌های تلویزیونی که مثلا از الجزیره گرفته تا سی ان ان و بی اینها چه کاری دارن؟ میگن که آقا راجع به مثلا مسائل لبنان و فلسطین و اینا یک مقدار متفاوته. راجع به مسئله سودان هر کی میخواد بکنه از این کشور، گویا انگار تمام این کشورها از غربی ها گرفته تا شرقی ها گرفته تا غرب آسیایی ها گرفته، اینا همه تو این فکرن که مثلا سودان مثل یک به اصطلاح یک موجود باشکوهیه. به نظر من بزرگترین کشور آفریقا بوده. ببین چه آقای سودان بزرگترین کشور آفریقا، مثل به اصطلاح یک موجود باشکوهیه که در حال فرو افتادنه و هر کدوم از این کشورها و هر کدوم از این نیروهایی که اینجا دارن عمل میکنن میخوان بگن که آقا بیایم ازش بکنیم و شرایط طوری شده که انگار اصلا جناح خوبی هم وجود نداره و کسی مثلا به فکر فرستادن خبرنگار و انجام دادن خبرگزاری های درست حسابی از اون منطقه اصلا نیست، به جز کسانی که به هر حال اونجا حضور دارن، به اصطلاح رکورد میکنن، خیلی از این چیزا رو میفرستن بیرون. و حتی در اینجا هم در این مسئله هم متاسفانه خیلی از ویدیوهای رکورد شده‌ای که ما داریم میبینیم از اتفاقاتی که در سودان میفته نه توسط خود کسانی که اون جنایت ها رو دارن انجام میدن گرفته شده این ویدیوها. نکته خیلی غم انگیز اینجاست و یعنی چقدر مردم سودان بینوا شدن، بی صدا شدن که حتی سرکوب اونها رو ما داریم از طریق تصاویری که سرکوب کنندگان برای جوک و خنده و ابراز اقتدار خودشون ضبط میکنن داریم متوجه میشیم. اینه که سودان یک چیز خیلی غم انگیزیه. اینطور هم نیستش که واقعا مردم سودان ایجنسی اصلا به هیچ عنوانی نداشته باشن، چرا دارن، در طول تاریخ داشتن، امروز هم دارن. امیدوارم من که به اصطلاح این جنبش اعتراضی، حالا اون چیزی که بعضی ازش به عنوان جنبش انقلابی سودان به اصطلاح تداعی میکنن، اون به جایی برسه که بتونه به اصطلاح بر این صحنه‌ای که توسط میلیتاریسم، سرمایه‌داری میلیتاریستی اجرا شده فائق بیان و سودان رو بتونن در دست بگیرن. ولی حالا به اونجا میرسیم. عالی، ما حتما به این بخش برگردیم، کار به این بخش جنبش انقلابی که بهش اشاره کردی. ولی من خودم خیلی کنجکاوم بدونم اساسا اصلا چیزی ازش موند و الان وضعیتش چی هستش. ولی تو می‌خواستی بری دوباره روی خود مسئله اهمیت سودان، چند تا نکته دیگه فکر کنم داشتی. آره، به نظر من سودان برای اینکه بفهمی که الان چه اتفاقی درش میفته، مثل افغانستان، مثل اصلا هر جای دیگه، برای اینکه بفهمیم الان چه اتفاقی درش میفته، چرا یک قرنه که اینجا در حال کمتر از یک قرن که در حال به اصطلاح جنگ‌های خونین و به اصطلاح پاکسازی‌های قومی و نسل‌کشی و اینها داره در این کشور اتفاق میفته، باید بریم سراغ تاریخش. چه شد که سودان به این روز افتاد؟ و در واقع یعنی خیلی ساده بخوام توضیح بدم، این ما رو میبره به آغاز دوره استعمار در سودان، آغاز دوره استعمار غربی در سودان، استعمار بریتانیا در سودان، که این اتفاقیه که به اصطلاح ما رو میبره به قرن 19، اواخر قرن 19. قبل از اینکه بریتانیا بیاد و سودان رو تحت تسلط خودش بگیره، عثمانی ها با تسلط بر به اصطلاح به نمایندگی مصری ها روی اکثر بخش های شمال سودان تسلط داشتن که به اصطلاح نیروی خارجی محسوب می شدن.
سودانی ها اصلا در تاریخشون رو که هم که نگاه کنیم، اصلا این همه این چیزی که ما به عنوان مصر باستان و اینها میدونیم، حتی اگر روی این دیوارنگاره ها و نقش های مصری نگاه کنی، اینها به اصطلاح خیلی اتفاقا شبیه سودانی های امروزی هستن. درسته. یعنی به اصطلاح موهای مدل فر آفریقایی، پوست چهره‌های سیاه، پوست سیاه فلان اینها. و سودانی ها در واقع اون چیزی که ما الان امروز ازش به عنوان سودان یاد میکنیم، در واقع اون تمدن باستانیه که در مصر روی کار بوده، به خصوص یعنی روی این خط نیل، روی ساحل نیل استوار بوده. بعدها خب از سمت مثلا عرب ها میان و اسلام رو میارن و اصلا امپراتوری های متفاوت رو میان، فاطمیان میان و اینها. بعدها عثمانی ها میان و عثمانی ها و مصری ها به نمایندگی از عثمانی ها روی سودان تسلط دارن. خب در همین دوره است، یعنی در پایان دوره عثمانیه، یعنی در دوره‌ای که عثمانی دیگه ضعیف شده، تسلطش روی سودان از بین رفته و بریتانیا داره میاد به عنوان نیروی استعماری این بار، که در آفریقا دیگه، در خاک آفریقا رو توبره کرده، در ساب ساهران آفریقای زیر صحرا رو توبره کرده، حالا اومده سراغ، یعنی چشم طمع دوخته به سمت سودان. و از این نظر سودان و تاریخ سودان ما رو میبره به جایی که از بین این کشورهای آفریقایی، سودان یکی از کشورهایی که میتونه، یعنی مردمش و خودش به تاریخ شکوهمند خودشون میبالند و جزء یعنی کسانی هستن که اون تاریخ پیش گذشتهشون با وضعیت امروزیشون یک به اصطلاح آگاهی تاریخی نسبت بهش وجود داره. یعنی علاوه بر مثلا خط شمالی آفریقا که به اصطلاح سواحل جنوبی مدیترانه میشه، که اینها به اصطلاح دوره معاویه در تسلط به اصطلاح خلافت اسلامی در اومدن، تا اینور اتیوپی و بعد سودان. یعنی اینا کشورهایی هستن که تمدن‌های بزرگ باستانی داشتن و به اصطلاح از یک آگاهی تاریخی و آگاهی ملی و به اصطلاح هویت ملی و اینهایی هم برخوردار هستن و یک تاریخ با افتخاری دارن و مردم به اصطلاح با افتخار و سربلند و اینطوری هستن. درست؟ عجیبه اینو میگی، یعنی میدونی الان تصویرای این روزا همینجوری که داری میگی از روی چشم آدم رد میشه. متاسفانه یعنی الان سودان برای ما یک ملتی با دارفور و قحطی و پاکسازی قومی و نسل‌کشی اینها تداعی میشه. سودان در دوره تضعیف امپراتوری عثمانی و در دوره عروج استعمار بریتانیا در آفریقا یک جنبشی شکل میگیره در سودان که اتفاقا جنبش یگانه‌ای نیست. بهش میگن جنبش ضد استعماریه در واقع، ولی حالا در به اصطلاح اون به زبان خودشون بهش میگن جنبش مهدیست. اینها اتفاقا خیلی جالبه، در همون قرن 19 تا اوایل قرن 20 ما تعداد بسیار زیادی مهدی داریم در کشورهای آفریقایی. یعنی کسانی که میگن من مهدی موعود منم. اینو تو تاریخش رو خوندم که مثلا که تعداد خیلی برام جالب بود. میگن مهدی موعود منم. آقا ببین مثلا و این الان اگر شما از نگاه به اصطلاح اسلام هراسانه و اسلاموفوبیک و اینا نگاه بکنی، میگه خب اینا چیز بودن دیگه، ارتجاعی بودن، اینها ارتجاعی و چه میدونم اسلامگرا و نیروهای جهادی بودن، در نتیجه تمدن با شکوه غرب که نمیدونم چه میدونم موسیقی کلاسیک داره و انقلاب صنعتی داره و موتور و بخار داره، خوب کرد، حقشون بوده، اومد اینا رو حقشون کف دستشون گذاشت. مثلا همون کاری که در افغانستان کرد، حقشون گذاشت کف دستشون. درسته؟ ولی در واقعیت امر رانه، یعنی اون نیروی اجتماعی که باعث شکل گرفتن این جنبش میشه، نیروی ضد استعماری. میگه آقا ما نمیخوایم بریتانیایی ها، نیروی بیگانه، نیروی ایلین بیاد بر ما نفوذ داشته باشه. همون چیزی که مثلا ما ازش تحت عنوان حقوق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود ازش یاد میکنیم. اینا مثلا ایدئولوژی اون زمان ایدئولوژی حالا اسلام گرایانه بوده. در دوره مثلا قرن 20 در دوره قرن 20 جنبش‌های استعماری مثلا ایدئولوژی‌های جنبش‌های ضد استعماری ایدئولوژی‌های مثلا مارکسیستی، سوسیالیستی و اینها داشت در همین کشورهای مثلا چه میدونم حتی آفریقایی، حتی یمن. اینها شما جنبش مثلا ضد استعمار بریتانیا در یمن شما یهو می‌بینی که جنبش کمونیستیه. خیلی یادشون میره که یمن کمونیستی بوده، یمن حاکم دولت کمونیستی داشته. سودان به همین ترتیب. ببینید قرن 19 هم دیگه در کمونیسم و اینا که نداشتیم که.
یک به اصطلاح ایدئولوژی غالب، ایدئولوژی اسلامی بوده و یک بابایی به نام چی بود اسمش، محمد بذار من اسمش یاده، محمد احمد بن ابن عبدالله. محمد احمد به ابن عبدالله اینو میاد یک نهضت رو اندازی میکنه و خودش رو به عنوان مهدی موعود میگه من مهدی موعود منم. این اتفاقیه که خیلی جالبه. ما از غرب آفریقا داریم تا شبه جزیره هند در قرن 19 و تو میگی که اینا با این شیوهی بود که داشتن از مذهب ضد استعمار استفاده میکردن برای مبارزه کردن. دقیقاً به همین ترتیبه و به خاطر هم تکرار شونده هم بود و حالا ما این مهدی خیلی اصلا ما در این بازه زمانی تعداد بسیار 10 ها مهدی داریم در کشورهایی که اسلام ایدئولوژی غالبش بوده. جالبه. و غرب داشته اونجا استعمار میکرده. دقیقا. محمد احمد ابن عبدالله در سودان میگه مهدی موعود منم و اینو صوفی بودن. یک جنبش صوفیانه‌ای در سودان به اصطلاح شکل میگیره تحت محوریت یک مهدی. این مهدی میگه چی؟ میگه آقا جان ما میخوایم به اصطلاح بیگانه نباشین، جو حق خودمون رو. یک جنبش ضد استعماری بوده. 1000 جور ایرادم میشه بهش گرفت. 1000 جور ایرادم میشه بهش گرفت که چرا مثلا شما چه میدونم اسلام رو و شریعت رو می‌خواستید پیاده کنید و فلان، ولی جنبش ضد استعماری بوده. بعد اینا خیلی جالبه، سریع هم میگیرن در عرض نمیدونم 2-3 سال فکر کنم. من تاریخ‌ها رو یادداشت کردم که به اصطلاح چون به نظر من این تاریخ‌ها خیلی مهمه. 1881 فاز میلیتاریستی جنبش مهدیستی در سودان شروع میشه. 1881 فاز مهدیستی شروع میشه. 1882 یعنی در واقع 1 سال بعد بریتانیا مصر رو میگیره. درست؟ یعنی دیگه از این لحظه به بعد این جنبش مهدیستی با استعمار بریتانیا داره مبارزه میکنه. اوکی. خب 1885 یعنی خیلی به سرعت بسیار زیادی این جنبش میگیره، کل سودان رو میگیره و در خود سال 1885 خارتوم یعنی پایتخت سودان رو محاصره میکنه و تصرف میکنه و ژنرال گوردون بریتانیایی که به اصطلاح مدافع خارتوم، مدافع چه عرض کنم، کل استعمارگر حاکم بر خارتوم بوده، اونا میگیرن به اصطلاح سرش هم میبرن. پرفکت. یعنی منظورم نیست که چرا سرشو بردن عالیه، ولی منظورم اینه که چه جالب که این میگیرن، یعنی زورشون میرسه. ببین در این خیلی جالبه، در به اصطلاح مثلا ما چیزو میخونیم، مثلا استعمار آمریکای لاتین رو میخونیم و هند رو میخونیم تا فکر میکنیم که استعمارگرها انقدر زورشون زیاد به هر جا میرسیدن سری میگرفتن فلان. نه اصلا اینطور نبوده اینجا و حالا بهش میرسم که چطور میشه که این ورق برمیگرده. چرا؟ ببین استعمارگرها اینجا الان تفنگ داشتن، درسته؟ تفنگ دیگه آقا جان، تفنگ داره، مثلا این تفنگای برنا چیه، لوله های دراز داره، قنداقش چوبیه، یک ساختار ساده ای داره. اینو سودانی ها آقا جان شما دیگه به اصطلاح آهنگری داره دیگه، اینو شروع کردن ریختگری کردن، این تفنگ ها رو ساختن. نیروهای مهدیست ها شروع کردن تفنگ ساختن و چرا؟ چون ریختگری دارن و آهنگری به اصطلاح در حد کوچیک دارن شروع کردن ساختن. یعنی و تمام مهندسی معکوسش کردن. مهندسی معکوس مثل برام همین کاری که در یعنی آهنگری های به اصطلاح کوچیک در دو و محله و شهر و اینها رو گفتن آقا جان شما الان مثلا اون کنار و چه میدونم داس و شمشیر و اینا که میسازی، تبر و کلنگ و اینا که برای کشاورزی اینو میسازی، بیا این چیزام بساز، این تفنگم. شروع کردن تفنگ ساختن، تفنگ در ابعاد زیاد ساختن و اینها ارتش بزرگی هم ساخته بودن، ارتش صوفیان مهدیست که اینها خودشون رو انصار به عنوان انصار از خودشون یاد میکردن، چون که به اصطلاح همین آقای مهدی محمد احمد سعی میکرد که به اصطلاح یک المان ها و سمبول های صدر اسلام رو هم بیاره. مثلا میگفت یاران من رو بهش میگفت انصار، مثلا به مهاجرتشون از فلان جا به اونجا میگفت هجرت، مثلا این سمبول های صدر اسلام رو سعی میکرد تداعی کنه. تفنگ ساختن، شمشیر داشتن، رزماور بودن، آدم های خیلی جنگجویی بودن و تونستن سودان رو بگیرن و خارتوم رو تصرف کنن. ژنرال گوردون بریتانیایی هم کلهشو به اصطلاح قطع کردن و تموم شد رفت و اینها حاکم شدن بر سودان.
برای مدت مهم. اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 13 سال اینها موندن. مهم. حاکم بلا منازع سودان بودن، نیروهای مردمی بودن. ببین هزار جور ایرادم میشه بهشون گرفت. میشه گفتش که مثلا شما خیلی مثلا در شریعت اسلام شما تندرو بودین، مذهبی بودن دیگه، مذهبی آره، بودن دیگه، تندرو آره چیکار مذهبی کنیم، فلان مذهبی بودن. بودن دیگه، آره. شما در درست. شریعتتون آدمای خیلی مثلا چه میدونم توغی بودین و این خوب نیست، باید یه مقدار میدونی حالا یعنی اینکه دموکراتیک تر چقدر و اون لیبرال تر اینا ایدئولوژی، باشین. آره این مسئله است دیگه. حالا اینکه اون ایدئولوژی اصلا خودش هم چقدر کمک میکنه که انقدر حالا جنگجو بشن و انقدر، میدونی چی میگم، مثلا ایده شهادت یا هر چیز دیگه. یعنی میخوام بگم همه اینا رو آه با هم دید. دقیقا همین، اینم الان گفتی یادش افتادم، همین ایدئولوژی چقدر کمک میکنه اینا. ببین حالا به اونجا هم میرسم، به اون نبرد آخرش هم میرسم. اینا معروفه که اصلا چرچیل هم در این نبرد در یکی از این نبردهای آخر این پایانی حضور داشت. چیز هم خبرنگار، این بچه پولدار آریستوکرات بوده، اشرافی بوده، میگفته مثلا سرباز، ولی در واقع کاری که نمیکرده، مثلا یادداشت می‌نوشته. خبرنگار سرباز، مثلا هم سولجر بوده، هم خبرنگار بوده، هم سرباز بوده. و میگه که مثلا تعجب میکنه از مدلی که اینها میجنگیدن. میگه که اینها در برابر ارتش مثلا منظم بریتانیا پاهای خودشون رو، این زانوها رو اینطوری میبستن که فرار نکنن. یعنی توی سنگرهای خودشون پای خودشون رو با طناب میبستن و گره کور میزدن که فرار نکنن. مثلا میگفت مثلا ما به اجساد اینها که مثلا میرسیدیم بعد از هر نبردی، میدیدیم که این چه وضعیتیه، این چرا این کارو با خودش کرده طرف. بعد آره خب حالا میتونی مثلا اگر بخوای تحلیل خیلی سطحی بکنی، یکی میتونه بگه که این برای اینی که اینا میخواستن چه میدونم برن اون حوریان بهشتی رو خیلی سریعتر به دست بیارن اینها. ولی اگه بخوای تحلیل خیلی به اصطلاح به نظر من زیربنایی تری بکنی، اینه که طرف داره برای هویت خودش، برای تعیین سرنوشت خودش علیه نیروی مهاجم داره میجنگه. میگه که من حاضرم، مثلا کسانی که الان تو غزه هستن میگن که هنوز بعد از تمام این نسل کشی و تخریب 85% غزه که انجام شده، بیشتر از 50% مردم غزه میگن آقا جان هر اتفاقی بیفته من غزه رو ترک نمیکنم، اینجا سرزمین منه. به اشاره‌ای برمیگرده سر خونش تو خرابه قالی رو میندازه. تو چجوری میخوای مثلا بگی فقط به خاطر نمیدونم آره خب ببین مخالفت با یهودیت یا عشق رسیدن به حوریای بهشتی هستن همون. آره دیگه میگم بعضیا میگن نه اینا چیزن، اینا نیروهای جهادی شهادت طلبن، هیچ چیز دیگه نمیفهمن، میخوام برن بهشت، پای خودشون رو میبندن و در نتیجه که فقط شهادت طلبی هم مسئلهش بهشت و حوری نیست. شهادت طلبی واقعا این فرهنگ مهمی هستش و گسترده‌ای هستش که نمیشه انقدر ساده بشه. یعنی من بهش نقد دارم، ولی تو اگه بهش نقدم داری نمیتونی در واقع فقط در واقع تقلیلش بدی به مسئله حوری. این خیلی خیلی کار غلطیه که به نظر من اتفاقا خیلی روی کرده حتی ضد استعماری، چون ضد مذهب بودند اینو اومدن تقلیل دادن. این روحیه گروه هایی که با ایده مذهب و اسلام به ویژه داشتن علیه استعمار می جنگیدن و هی اومدن تقلیل دادن این فرهنگ مبارزشون، اون چیزی که نگرشون می داشت. این فرهنگ این که آقا جان چیزی بزرگتر از من و سود من دقیقا. و بیزنس من وجود داره، یه چیزی بزرگتر از منی وجود داره. این چیزی که متاسفانه به اصطلاح یک بخشی از جامعه ایران هم این رو قورت داده، یعنی قبول کرده از این پروپاگاندای غرب. خب به اینجا برسیم که خب اینا به اصطلاح یه مدت، یه حدود 12-13 سال سودان به اصطلاح تحت زیر حکومت مردم خودشه. خب حالا هر حکومتی این میخواد باشه، اوکی. بعد چه اتفاقی میفته؟ این خیلی جالبه که چطور میشه که بریتانیا میبره جنگ رو بالاخره. طی چندین نبرد متفاوت مختلف جنگ رو میبره. در سال 1898 تا از سال 1885 که اینها قدرت در دست میگیرن تا 1898 چه اتفاقی میفته که بریتانیا میتونه بیاد و بگیره این سرزمین رو از اینها؟ چون سودان رو خیلی سخت گرفت بریتانیا، مثل خیلی جاهای دیگه نبود. مثلا هند رو بریتانیا مستقیم نرفت بگیره، کمپانی هند شرقی رفت و اینها رو از طریق معامله با مهاراجه ها، چون هند به اصطلاح یک هویت، به اصطلاح یک
یک استیت واحدی که نداشت. با مهاراجه های محلی میرفت به اصطلاح مکاتبه میکرد و بعد میرفت اونجا چیز میکرد و کانسشن میگرفت از اینا، قرارداد و تعهدنامه. بعد آره اونطوری گرفت، اینطوری مثلا کم کم میرفت هند رو میگرفت. سودان ولی ولی تو خیلی سخت سودان بود. جنگید. سودان جنگید. سودان واقعا این 13 سال جنگید. سودان نیروی واحد تشکیل داد، حکومت واحد تشکیل داد و جنگید. چه جوری گرفت؟ ببین مثلا خیلی اون وقتی میگن که آقا جان اروپا چه میدونم دنیا رو گرفت چون از نظر تمدنی به جای رسیده بود که مثلا تمدنش ارجحیت داشت بر تمدن‌های دیگه و میتونست بگیره، چه میدونم فرهنگ پیچیده تری داشت، روابط فیلسوف داشت، چیزای فیلسوف، موسیقی کلاسیک داشت، نمیدونم مثلا ملودی های مختلف رو میتونستن با هم تلفیق کنم، فیلسوف نه، اصلا از این خبرا نیست. یک اتفاق خیلی ساده ای افتاد و اونم این بود که بریتانیا مسلسل اختراع کرد. همین تموم شد رفت، یعنی بقیه‌اش جوکه، بقیه‌اش اونم میگن تکنولوژی داشت، شما هم میتونستید داشته باشید. مسلسل داشت. آخه تکنولوژی هم ولش کن شقایق، مسلسل اختراع کرد دیگه. آره دیگه مسلسل درست کرد و دیگه مسلسل رو نمیتونستی شما بدی به آهنگریا برات درست کنن و پروداکشن لاین مسلسل بزنی، چون مسلسل یه مقدار از نظر تکنیکی و اینا پیچیده‌تر بود، از نظر تکنولوژیکی پیچیده‌تر بود. مسلسل درست که یعنی سلاح‌های ببین مثلا هیروشیما و ناکازاکی همینه دیگه. اتفاقی که داره توی مثلا توی استعمار بریتانیا غرب، استعمار اروپا که رفت آمریکا رو گرفت، آمریکای کل آمریکا، قاره آمریکایی همین بود دیگه. اینا باروت داشتن، اونا نداشتن. ایرانو که زدن چی بود؟ تو کدوم دوره بود که ما اونا توپ داشتن و ما نداشتیم؟ دوره شاه اسماعیل که دقیقاً مرسی خیلی ممنون. دوره صفوی که عثمانی ها از غرب اتفاقا از اروپا با چیز گرفته بودن، توپ گرفته بودن، توپ و چیز ماسکت، تفنگ. اونا توپ و تفنگ داشتن، ایران شمشیر داشت که حالا مثلا هزار جور داستان و افسانه هم درست میگه، چون اینقدر شکست شاه اسماعیل سخت بود در ذهن جامعه ایران، در ذهن، چون شاه اسماعیل مثلا یک چیز خدایی داشت، مثل همین آقای مهدی در چیز در سودان. اینقدر سخت بود که افسانه پردازی هم کردن، میگفتن که مثلا شاه اسماعیل شمشیر جنگ با شمشیر توپ عثمانی رو از وسط به دو نیم کرد و بعد از اینکه شکست خورد و رفت، این سلطان عثمانی به این گفتش که این چه شمشیر بود، میشه این شمشیر رو برای من بفرستی؟ اینم شمشیر رو میفرسته، سلطانه میگه که میره میزنه، میبینه توپ نصف نمیشه و بعد نامه می‌نویسه که آقا جان این اون شمشیر نیست، این توپ مثلا زدم توپ نصف نشد. شاه اسماعیل میگه که والا شمشیر همون شمشیر، بازو اون بازو نیست. و اینقدر این خیلی از این افسانه ها اینقدر این شکست سخت بود در ذهن مثلا دوره صفوی جامعه ایرانی که افسانه سازی و شعر و فلان اینها هم ازش ساختن و بعدها رفتن اینها هم باروت گرفتن از غرب. گورکانیان هند هم رفتن باروت گرفتن و اینها شدن 3 امپراتوری باروتی در آسیا، امپراتوری های باروتی منطقه آسیا. بنابراین من اوکی هم اگر که بگن که تکنولوژیشون برتر بود، ولی بگن سلاح کشتارشون برتر بود، نه یا بگن به ما که نمیدونم تئاتر داشتن، فلسفه داشتن، نمیدونم حقوق بشر داشتن و به خاطر همین شما عقب جفنگ. اتفاقا ببین همین من سلاح کشتار داشتید، اوکی تا اینجاش میپذیریم ازتون که آره اینا داشتن. اینا اتفاقا توی همین مثلا مطبوعات اون موقعشون توی بریتانیا از این تبلیغات هم زیاد بود که اینها نیروهای نمیدونم چیز هستند و وحشیان و دارن فلان میکنن و بیسار میکنن، کتاب مقدس ما رو قطع کرد. آره از این داستان با مسلسل رفتن افتادن به جون اینا و چند تا جنگ نبرد معروف هست. معروف ترینشون نبرد اومدورمانه که در همون سودان اتفاق میفته. نیروهای بریتانیایی میرن روی تپه استوار میشن و مسلسل رو میذارن دور تا دورش و تعداد نیروهای مهدیسی بسیار بیشتر از اینها بوده. 30,000 نفر، یه تعداد خیلی زیاد، فکر کنم 30,000 نفر بودن. نیروهای بریتانیایی هم مثلا 4-5,000 نفر بود. یا اصلا مهم نیست، اصلا چند هزار مسلسل داری دیگه، اصلا مهم نیست چند مسلسل داشت. و اینا هی حمله میکنن، اینا یعنی میزان کشته ها خیلی چیز غم انگیزیه. مثلا چند 10,000 نفر از اینا کشته شدن، 45 نفر از این طرف کشته شدن
با مسلسلات مثل چیز، مثل برگ خزون اینا شو. و اتفاقا هم چرچیل در این جنگ حضور داشته، هم به اصطلاح رپورترهای دیگه حضور داشتن و اینها رو ضبط و ثبت میکردن و تاریخ این جنگ از زبان بریتانیایی ها نوشته شد و بازگو شد و فیلم و اینا هم راجبش ساختن و اینا همه رو میکشن. و خیلی هم جالبه، من یک پاراگرافی هم به انگلیسی اگه اجازه بدی من ترجمه هم میکنم، من وقت نکردم. یکی از کسانی که در همین جنگ بوده، بریتانیایی، این مثل یک تیکه از گزارشی که تهیه میکنه اینه، میگه که they could never، راجب سودانی ها میگه they could never get near and they refused to hold back. It was not a battle but an execution. The bodies were not in heaps, bodies hardly ever are, but they spread evenly over acres and acres. Some lay very composedly with their slippers placed under their heads for a last pillow. Some knelt, cut short in the middle of a last prayer. Others were torn to pieces. یعنی میگه که حتی نزدیک ما هم نمیتونستن بشن. این یک نبرد نبود بلکه یک اعدام بوده، اعدام دست جمعی بود. کشته ها روی هم تلمبار نشده بودن، بلکه هکتار هکتار پخش شده بودن و به صورت یکسان. بعضی هاشون با یه حالت خیلی با احترامی انگار که دمپایی هاشون رو گذاشته بودن زیر سرشون به عنوان آخرین بالشت زندگیشون و همونطوری مرده بودن. و بعضی ها زانو زده بودن، سجده کرده بودن، بعضی ها سجده کرده بودن و وسط آخرین نمازشون کشته شده بودن و بعضی های دیگر به تکه پاره های متلاشی شده تبدیل شده بود. همین، یعنی در همین نبردها هم هست که چرچیل گزارش میده از اینکه اینها زانوهای خودشون رو میبرستن که فرار نکنن و اینا هیچ کشتن نیست و نابودشون کردن. و ژنرالی که در این نبردها بود ژنرال کیچنر بود. خود آقای مهدی، آقای محمد احمد بن عبدالله 2 سال قبلش مرده بود، تموم شده بود به اصطلاح و این رو دفنش کرده بودن یه جایی. این کیچنر ژنرال بریتانیایی بعد از اینکه به اصطلاح مقاومت سودان رو در هم میشکنن میره قبر این بابا رو پیدا میکنه، اینو از قبرش در میاره، استخونهاشو میندازه توی نیل، جمجمه‌شو به عنوان سوغاتی میبره با خودش بریتانیا. و با حالا هر کس میخواد بیاد بگه که این رهبر مقاومت نبوده، تو میزان کینه این انگلیسی رو نسبت بهش نگاه کن. بله، به جمجمه‌شو برمی‌داره میبره به عنوان سوغاتی برمیگردونه میبره بریتانیا. یعنی ما با چه آدمای طرفیم؟ با یعنی اینه، یعنی استعمار بریتانیا به صورت خیلی خشک خالی و خالص بخوای نگاه کنی اینه. این میشه که سودان میشه تبدیل میشه مستعمره بریتانیا و از این به بعد چند سال دیگه تا سال 1956. اوکی. یعنی از سال 1898 تا سال 1956، یعنی به مدت 58 سال مستعمره بریتانیا بوده. و وقتی شما مستعمره بریتانیا میشی یعنی تمام مستعمره اروپایی میشی، یعنی تمام ساختار زندگی و انسجام و همه چیت کن فیکون میشه. یعنی برات مدل اقتصادی جامعه خودش رو به صورت وابسته در جامعه شما باز تولید میکنه. ما در یکی از برنامه‌های قبلی که داشتیم گفتیم که استعمار غرب هر به اصطلاح وقتی که کاپیتالیسم سرمایه‌داری در غرب تبدیل به مود آف پروداکشن غالب میشه، شیوه تولید غالب میشه، این شیوه تولید رو در تمام کشورهای پیرامونی خودش، در تمام کشورهای مستعمره خودش باز تولید میکنه، ولی نه به صورت مستقل، به صورت وابسته که وابسته به اقتصاد خودش باشه. همین کار در سودان هم انجام میده. سودان رو تبدیل میکنه به یک جامعه سرمایه‌داری وابسته، یعنی به یک مستعمره‌ای که جامعه سرمایه‌داری براش غالبه و سرمایه‌داری وابسته به جامعه بریتانیا هست. یعنی این رو از یک جامعه پیش سرمایه‌داری، نه حتی یه سرمایه‌داری که بعد از یه مدتی درون ساز بشه و بتونه خودش مثلا، نه اصلا به هیچ وجه سرمایه‌داری صنعتی نه، سرمایه‌داری به این معنی که یک الیت فاسد سرمایه‌داری درش
تولید بکنه، جنس بفروشه، منابع طبیعی و نیروهاش رو کلا استخراج کنه، تلاش رو بکشه بیرون. سودان میدونی که به خصوص سودان جنوبی از نظر کشاورزی خیلی جای حاصل خیزیه و حالا اصلا دیگه چه خیلی. جنوبی چه شمالی اینا خیلی دامدارن. گاو خیلی حیوان بله مهمیه خیلی در گفت دارم. مسئله در این طلا خیلی سرزمین. مسئله و ظاهرا طلا و مهمی دامداری و هستشون. کشاورزی، استخراج ما اون کاری که در مصر کردن. یعنی مثلا مصر که خودش استقلال داشت و کشوری بود که میتونه حتی در دوره عثمانی میتونست روپای خودش وایسا، رو یه بارکی وقتی بریتانیا میاد روی کار میگه که آقا جان شما همه باید از این بعد پنبه درست کنید، پنبه تولید کنید. هنوزم که هنوز شما نگاه کنی میگن پنبه مصری، کتون مصری، ایجیپشن کاتن، آره بالاترین دقیقا. کیفیت و اینا بیسار. نگاه نمیکنن که چرا اینطوری شده. برای اینکه بریتانیا جوامع، حال نه فقط بریتانیا، جوامع استعماری مستعمره هاشون رو تبدیل به کشورهای تک محصولی میکنن. وقتی هم کشور رو تبدیل به کشور تک محصولی میکنی این خیلی یعنی چیز اینو مهمی بود که وابسته گفتی. کردی. جانم؟ دقیقا این خیلی چیز مهمی آره. بود که اون یعنی ساختاری که میگی تغییر میدم ولی چجوریه یکیشون تغییر هست که تک میدی، محصولیش تبدیل میکنه. به جامعه وابسته میکنه. یعنی مصر وقتی میشه پنبه، فقط تنها چیزی که تولید میکنه میشه پنبه، یعنی تمام چیزهای دیگر رو باید وارد کنه. پنبه رو از طریق نیروهای به اصطلاح تجار بریتانیایی میفروشه و بعد دیگه از طریق همون تجار هم چیزهای دیگه باید وارد کنه. همین کارو با سودان هم که تبدیل به جایی کردن که طلا تولید میکنه و مثلا یه سری محصولات کشاورزی و دامداری، به اینکه بخواد بیاد سرمایه‌داری صنعتی، نه بذار سرمایه‌داری کمپرادور، بورژوا کمپرادور، سرمایه‌داری وابسته. همین سودان رو تبدیل کرد به یک دقیقا. مستعمره سرمایه‌داری وابسته تا اینکه به هر حال جنگ جهانی دوم اتفاق میفته و به هر حال بریتانیا شرایط طوری میشه برای امپراتوری بریتانیا که بعد از جنگ مجبور میشه تحت به اصطلاح زیر زور جنبش‌های استقلال طلب ملی و فلان اینها که بده بسیار از این مستعمره‌ها رو سودان واگذار میکنه. یا به نام یا به ننگ یا به زور یا به تسلیش هر چی اینا رو بده، استقلال بهشون بده. سودان هم یکی از این کشورها بود که در سال 1956 استقلال خودش رو به دست آورد. اتفاقا من چند سال پیش روی پروژه تاریخ شفاهی، پروژه خودم نبود، من بسیار کار بیشتر ادیتش رو انجام میدادم، تدوینش رو انجام میدادم، یه پروژه مستند تاریخ شفاهی، من با بسیار از من با صدها ساعت مصاحبه با کسانی که در همین اتفاقا همین جنبش استقلال شرکت داشتن، بیشتر من با سودانی های جنوبی ارتباط داشتم. اینها بسیار از اینها رو از نزدیک دیدم و بسیار کار تدوین این پروژه رو داشتم انجام میدادم. از اینکه چطور این اتفاق افتاد از سال 56 و چگونه در خارتوم نیروهای مردمی اومدن روی کار و چگونه اصلا اینا به اصطلاح نیروهای مردمی یعنی چگونه از در به در، از خانه به خانه میرفتن، آدم ها رو جمع میکردن برای اینکه بیاد تو خیابون تظاهرات و اینا رو خیلی دقیق توضیح میدادن و به اصطلاح با خیلی شور و شوق و با افتخار بسیار زیاد که چگونه ما استقلال خودمون رو به اصطلاح از امپراتوری بریتانیا به دست آوردیم. اوکی. من فکر میکنم که خیلی خیلی ازت ممنونم که یک تاریخ خیلی خوبی و بینش خیلی خوبی از سودان بهمون دادی، به خاطر اینکه اصلا گم شده، یعنی اصلا نامرئی شده و من خودم نیاز داشتم که اینو بشنوم که اصلا ما در کجا داریم صحبت میکنیم. کاملا انگار یک خطه بی تاریخی شده، آوارا بی تاریخ. چون خیلی هم زمان نداریم میخوام ازت خواهش بکنم که چون من دو تا سوال خواستم این برنامه رو ما ببندیم، یکیش همین بود و یکیش هم مسئله حال حاضرش، یعنی وضعیت معاصر چه اتفاقی الان داره میفته. اگه موافقه بریم سراغ این بخش و اگه بتونیم که فشرده به این بخش هم برسیم، چون این بخش هم خیلی پر نکته است. مسئله انقلابشون هست. درست میگی بعضی معتقد نیستن این انقلاب به هر حال تغییر بنیادین سیاسی اجتماعی بوده و میشه اسمش انقلاب گذاشت. بعد از انقلاب چی شد؟ این دوتا جناح چجوری دارن الان با هم دیگه میجنگن؟ چه اتفاقی نسل کشی میگن دقیقا چی هست؟ و خب خود مسئله اون نقطه شروع نسل کشی رو وقتی که میذارن روی مسئله اون انقلابی که در واقع 2018 2019 شکل گرفت، خیلی هم بحث راجع به بحث‌های مختلفی باز میشه. اولا جنبش زنان رو باش میزنن چون اون انقلاب به هر حال زنان درش خیلی فعال بودن.
گروهی راجع به این صحبت میکنن که اپوزیسیون هیچ فهمی از خلأ قانون خلأ قدرت نداشت و چطور سودان رو به این وضعیت انداخت. تو بهمون بگو یکم راجع به اون وضعیت معاصرش بگو اگه بشه. فقط اینا رو گفتم که یادت باشه، مسئله اپوزیسیون، مسئله اون انقلابشون مهمه. اگر که بتونی یه مروریش بکنی خیلی ازت ممنون میشم. چشم. خیلی ممنون. بله، اتفاقا به نظر منم مهمه و درس‌های زیادی برای ما هم داره. گفتیم که سودان در سال 1956 به استقلال رسیده، ولی ما یه چیز داریم به عنوان، به اصطلاح الان ازش به اون عنوان یاد میشه، اونم ملانکولی پسا استعماری، یعنی پست کلونیال ملانکولی، و اونم ناشی از شرایطیه که شما یه کلی آرزو و اینها داری برای اینکه وقتی استعمار بره ما چه گل و بلبلی بسازیم از مملکتمون، و استعمار میره و اون گل و بلبل ساخته نمیشه که هیچ، بلکه مملکت زیر پاتم خالی میشه. قهقرا میفته. درسته؟ یعنی یک وضعیت خیلی، و این باعث یک شرایطی میشه به اصطلاح از نظر روانشناختی که بهش میگن یک حالت ملانکولی. یه شما برای یه ایدئال هایی داری و برای یک ایدئال هایی شما دلت تنگ میشه که در گذشته داشتی که شرایط اون ایدئال ها هم دیگه حتی وجود نداره، چه برسه به این که اصلا بخواید شما آرزوش کنی. تو عمر البشیر و محصول این وضعیت میبینی. دقیقاً. ایرلندی ها هم یک انقلابی خیلی بزرگی دارن به عنوان جیمز کانلی که سال 1916 بعد از ایستر آپرایزینگ و از قیام ایستر در دوبلین توسط استعمار بریتانیا دستگیر و اعدام میشه. این یک جمله معروفی داره که میگه که آقا جان شما اگر استقلال بیارید، برای ایرلند هم مستعمره بریتانیا بودید، میگه شما اگر استقلال بیارید ولی سوسیالیسم ندارید شما درگیر همین چرخه‌ای میشید که الان درش دوچار هستید. یعنی هم تمام این شرایط استثمار و ظلم و ستم و اینها باز تولید میشه. این اتفاق برای بسیاری از جوامع پسا استعماری هم میفته، یعنی جوامعی که خودشون رو از استعمار خلاص کردن، ولی نه خیلی صرفاً به دلیل خود اون جوامع، ولی دقیقاً به دلیل اینکه استعمار همچنان سعی میکرد که اعمال نفوذ کنه در تمام این جوامع نتونستن شرایط عادلانه، آزادی خواهانه، برابری طلبانه ای رو برای مردم خودشون به وجود بیارن و این باعث میشه که به اون چرخه استثمار بیفتن و نئوکولونیالیسم یا همون استعمار نوین در اون جوامع ریشه بدواند به واسطه مستدام بودن شیوه تولید سرمایه‌داری که یک نیروهای تولید کرد که در اون جوامع همچنان چشمشون به غرب بود. مثلا بعضی از این کسان من با اینها توی این تدوین این به تاریخ شفاهی باشون مصاحبه می‌کردم، اینها خودشون خیلی مثلا کسانی بودن که سریع رفتن در مثلا اینا فرزندان رؤسای قبایل بودن، رؤسای عشیر. تو سودان جنوبی یا تو سودان؟ اینایی که من میشناختم، من باشون دیدار داشتم، سودان جنوبی بودن و اینها سریع دانشگاه‌های غربی، مثلا این بلومینگتون ایندیانا در آمریکا، اینها سریع، به خصوص دیگه بریتانیا که دیگه دستش کوتاه شده بود، آمریکا خیلی سریع به اینا بورس میداد، به الیت حاکم، به طبقه مرفه‌تر، به فرزندان رؤسای قبایل و اینها بورس میداد، همه اینا رو میبرد آمریکا و اینها، و در جامعه آمریکا در ذهن اینها یک کعبه آمالی میساخت و اینها رو برمیگردون سودان که اینها حالا بشن دولت مردان این حکومت جدید، که یعنی در واقع نیروهای غربی از کسانی که به اصطلاح قرار بود آینده سودان رو بسازن کسانی میساخت که شیفته غرب یارگیری کرده بود. خودشون الیت سرمایه‌دار بودن، الیت حاکم بودن، حالا فئودال هایی بودن که حالا دیگه سرمایه‌دار شده بودن و اینا. و اصلا این یک چیز خیلی نمادینی که وجود داره. شما الان اگه پرزیدنت سودان جنوبی رو نگاه کنید، آقای اسم بدی هم داره، آقای سالواکیر، در سال سودان جنوبی 2011 کندنش از سودان و این تا لحظه در تاریخی بود که سودان از بزرگترین کشور آفریقا تبدیل به مثلا کشور چندم شد از نظر مساحت، 2 قسمت شد. این آقای جورج بوش با این آدم دیدار داشت
و بهش یه کلاه کابویی داد، یه کلاه کابویی سیاه داد. شما الان اگه این آدم اسم این آدم رو سرچ کنید هنوز که هنوزه سال 2000 کلاه کلا کابویی رو میذاره 2006 رو سرش. 2006 این کلاهو بهش داده. الان که 2025 باشه هنوز عکسی شما از این آدم پیدا نمی‌کنید که کلاه کابویی رو سرش نباشه. و این و این و این مثلا قرار پرزیدنت یک جامعه پسا استعماری باشه، سودان جنوبی. یعنی شما ببین هست دیگه، الان پرزیدنت اون جامعه هست دیگه. یعنی ببین چقدر وابستگی و نگاه به غرب تا کجا پیش رفته که جامعه‌ای که از استعمار بریتانیا خودش رو مستقل کرده به چه قهقرایی افتاده که رئیس جمهورش کلاه کابویی رو کابویی که نماد نسل کشی بومیان آمریکایی باشه رو از سر خودش ور نمیداره، اینقدر که ارادت داره به جورج بوش پسر. خیلی این داستان جالب. من فکر میکنم شما یه کار ساختیم اونجا، درسته کاوه؟ من کاری که حالا نساختم، من میگم همین کار تدوین پروژه تاریخ شفاهی راجع به فکر همین کار مستند جدا داشتی. نه کار تدوین پروژه تاریخ شفاهی راجع به سودان جنوبی، استقلال سودان به خصوص و بعداً شکلگیری سودان جنوبی بود که با همین مثلا دولت مردان اینها به اصطلاح مصاحبه و دیدار و اینها انجام داده بود و به اصطلاح من یعنی داشتم فکر می‌کردم این خودش داشتم فکر می‌کردم این خودش یه سوژه است، یعنی فقط همین مسئله کلاه کابویی، یعنی یکی باید به راجع به این کلاه فیلم بسازه. اصلا همه چیز تو همین واقعا سر من معنی میشه. کلاهی که الان چند سال این مرد سرش، 13 سال مثلا سرش کلاه کابویی. آره کجا عمر البشیر بودیم که ببین خب 56 استقلال پیدا میکنه، اینها به اصطلاح از آرمان‌های به اصطلاح پس استعماری اینها رو نمیتونن، ولی با اینها به هر حال جامعه‌ای داره که به اصطلاح انتخابات برگزار میکنه و رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب میکنه و رئیس جمهور انتخاب میکنه. خیلی جالبه که یکی از به اصطلاح رئیس جمهور نخست وزیرانی که انتخاب میشه دو بار هم انتخاب میشه، یه بار در دهه 60 یعنی دقیقاً بعد از استقلال و یه بارم در دهه 80 کسی به نام صادق المهدی که این نوه اون المهدی قرن 19 یعنی امام زمانشون، امام مهدیشون که به اصطلاح اون جنبش مهدیستی، جنبش انصار همچنان ادامه داشته. یه حزبی هم تأسیس کرده بودن به اسم حزب امت، نمیدونم فکر کنم یه حزب امت پارتی، حزب امت که آقای صادق المهدی به صورت رئیس این حزب بود. این میشه نخست وزیر سودان. اصلا هم کاری ندارم که چیکار کرد چیکار نکرد، به اصطلاح یه کسی بود که به یک انتخابات حالا دموکراتیکی انتخاب شده بود، دو بار هم انتخاب شده بود، در دهه 60 یه بار در دهه 80. سال 1989 یک کودتای اتفاق میفته، این آقای عمر البشیر میاد کودتا میکنه در سودان. یک چیزی بوده، ژنرالی بوده، میلیتاری بوده، کودتا میکنه در سودان، به اصطلاح پست نخست وزیری اصلا حذف میکنه. صادق المهدی هم که تعطیلش میکنه، اصلا خلعش میکنه، خودشو میکنه چیز دیگه رئیس جمهور مادام العمر سودان. و یک کار مهم دیگه که انجام میده اینه که قانون شریعت رو، قانون اسلامی رو میاره و سعی میکنه که یعنی حالا از اون آرمان‌هایی که مثلا جامعه سکولار و دموکراتیک و اینا تبدیل میشه به یک جامعه‌ای که خیلی تاکید داره روی قانون شریعت و چیز کردن، عربیزه کردن سودان. خب سودان جنوبش عربیزه نیست هنوزم و مسلمون هم نیست و غربش دو منطقه دارفور این مثلا جنوبش که بیشتر مسیحی بودن که به دلیل به استعمار بریتانیا هم اینا مسیحی شده بودن و از نظر قبایل و اینا هم اینا عربی صحبت نمیکنن، مثلا زبانهای خودشون. ولی هنوز درصد کمیشون مسیحی شدن، درسته؟ 60% 60 خورده درصد مسیحی هن. آره هنوز مذاهب محلی هم وجود داره. 6.5% فکر کنم جنوب سودان جنوبی در واقع مسلمونن، 60 اگر اشتباه نکنم 60 خورده درصد مسیحی هن. اینا عرب زبان هم نیستن، مثلا زبانهای خودشونو دارن، قبایل زبانهای خودشون، مثلا یکی از زبانهای غالب اونجا زبان دینکا هست. منطقه دارفور هم به همین ترتیب منطقه‌ایه که خیلی به اون میزانی که مثلا سودان مثلا منطقه خارتوم عربیزه شده و مسلمان اینا شده، منطقه دارفور نیست. و به همین دلیل هم آقای عمر البشیر برای اینکه به اصطلاح
تسلط نظام خودش رو در این مناطق بیشتر کنه، شروع میکنه به دیگه کشتار و جنگ داخلی شکل میگیره و آره خیلی به نظر میرسه که اصلا یه چیز نارضایتی جدی افتضاحیه. درست کرد، پاکسازی شکنجه خیلی های باب بود، خیلی اصلا پاکسازی قومی هم کرده. پاکسازی قومی، نسل کشی به اصطلاح، هم در سودان جنوبی و در منطقه دارفور. دیگه دارفور که واقعا معروفه دیگه، یعنی که تصاویر از مثلا دهه هاست که ما داریم از دارفور تصاویر پاکسازی قومی و نسل کشی و قحطی و اینها داریم میبینیم. متاسفانه سودان جنوبی هم به همین ترتیب. و دیگه اون انقلاب شکل گرفت در واکنش به، یعنی یک مقدار آره جامعه مدنی مثلا که دقیقاً جون گرفت و تونست، اما به نظر میرسه که نظامی ها هم در پیروزی انقلاب مشارکت داشتن همون موقع. حالا دیگه مثلا هم به همون نسبت که شاید بخوای بگی نظامی ها در مصر در پیروزی انقلاب شرکت داشتن دیگه. ببینید در واقع شرایط طوری که عمر البشیر میاد نظام سرمایه‌داری بسیار خونخواری رو چیز پایریزی میکنه و در خیلی از این چیزها هم مثلا در یمن اینا نیرو میفرستادن که با مثلا نیروهای یمنی بجنگه، در حوثی ها انصارالله با اینها بجنگه. یعنی در واقع یعنی در تمام این جنگ‌های ارتجاعی هم اینا عمر البشیر شرکت میکرد با عربستان سعودی در کشتاری که در یمن که 150,000 نفر رو کشت. عمر البشیر هم در اینها شرکت نیرو میفرستاد مثلا برای اینها. در چیز هم شرکت داشت، در جنگ خانمانسوزی که در لیبی شکل گرفت هم اینها نیرو میفرستادن. موجود عجیبی بوده، چیز افتضاحی. در سودان جنوبی به همون ترتیب و انقدر جنایت کرد که به هر حال شرایط مهیا شد که سودان تکه پاره بشه و غربی ها اومدن و جنوب سودان رو در واقع به عنوان کشور مستقلی در سال 2011 اعلام کردن و بهش استقلال دادن و اونجا هم دادن دست آقای کلاه بر سر، آقای سالواکیر، و که کلاه کابویی رو از سرش ور نمیداره، و دادن به دست نیروهای قبیله‌ای، همین قبیله هایی که مسیحی شده بودن. که وضع عجیبی هم داره. حالا تو بهتر میدونی، من تو این داکیومنتری ها و اینا که نگاه میکنم گفتم خدایا چطور ممکنه که این کشور با این آرزو جدا شد، حالا به دست غربی ها، به هوا ایده و آرزو و این شده به یک چیز خیلی به اصطلاح سیاست های قبیله‌ای و عشیره‌ای. آفرین، اصلا چیز عجیبه. آره خیلی بعد دیگه در سال 2011 دیگه سال 2019 بر اثر جنبش، ببین همین که گفتیم دیگه، اشاره هم کردیم که مردم سودان به هر حال یک نیروهای مردمی، کمیته های محلی، کمیته های مردمی، یک جامعه مدنی وجود داره در سودان. خب جامعه مدنی بسیار بسیار پویایی در سودان وجود داشت. سودان میگم تاریخ داره، موسیقی داره، فرهنگ، یک به اصطلاح همین تاریخ مبارزه ضد استعماری داره و به همین ترتیب هم به اصطلاح بر مبنای این تاریخ، بر شانه‌های این تاریخ، سودان جامعه مدنی داشته، حالا داره هم، امیدوارم تا حد بسیار زیادی. و بر اثر سالها اعتراض، کمیته های محلی، سازماندهی های در سطح خرد، به هر حال بالاخره در سال 2019 موفق میشن این اعتراضات مردمی، حالا بعضی ها از این به عنوان انقلاب یاد میکنن. من یک مقدار در به کار بردن لفظ انقلاب به اصطلاح ملاحظه میکنم، ولی چرا فکر میکنه انقلاب نبود؟ ببین شرایط انقلابی بود. لنین میگه که بس سه تا گزینه اشاره میکنه برای اینکه شرایط انقلابی بشه. یکی اینه که طبقه حاکم دیگر قادر به حکمرانی به شیوه پیشین نیست. دو، اینکه رنج طبقات محروم بیش از اندازه شده. و سه، اینکه جنبش‌های اجتماعی در بین طبقات محروم بیشتر شده. یعنی سه تا گزینه وجود داره که یعنی شرایط انقلابی رو تعیین میکنه و این سه تا گزینه رو ما در سودان داشتیم. یعنی دیگه مثلا عمر البشیر و طبقه سرمایه‌دار حاکم قادر به حکمرانی به شیوه های پیشین نبوده. جنبش‌های اجتماعی در حدی فراگیر شده، رنج بسیار زیاد شده بود. زنان داشتیم، رنج بسیار زیاد بود و همین جنبش‌ها هم بیشتر شده بود. یعنی مردم شروع به خود سازماندهی و اینها کرده بودن. درسته؟ ولی خب چیزی که مثلا چیز دیگه‌ای که حالا مثلا لنین مثلا بهش اشاره میکنه که حالا مثلا بر پایه نظریات مارکس هست، اینه که شما مثلا حزب پیشاهنگ انقلابی باید، یعنی باید شما حزب درست کرده باشی، سازماندهی جدی
سازماندهی محرومین، سازمدیدگان، طبقه کارگر اینها رو باید داشته باشید. اینها نبود به نظر تو؟ نه اصلا به هیچ عنوان نبود در سودان که بتونی از شرایط انقلابی بهترین بهره برداری رو بکنی و بتونی کشور رو نگه داری. فکر میکنی اگه باشه، ببخشید من این چند تا سوالم اینجا بپرسم چون و زمانمون کم، فکر میکنی اگه می بود این چون خلای قدرت اتفاق افتاد دیگه، درسته؟ خلای قدرت افتاد. فضا زمینه زیادی هم برای جنگ‌های داخلی وجود داشت، از قبل هم اتفاقاتی افتاده بود. فکر میکنی اگر که نهادهای مردمی متشکل و قوی سامان داشت این اتفاق نمیافتاد؟ تئوری انقلابیشو داشتن؟ آیا مثلا به نظر از نظر فکری و ایدئولوژیک به مرحله انقلاب رسیده بود ولی فقط نهادها سازماندهی کافی رو نداشتن؟ ببین اتحادیه‌های کارگری داشتن، اعتصاب داشتن، جنبش زنان داشتن، مثلا خود سازماندهی‌های محلی، کمیته‌های محلی داشتن در ابعاد بسیار زیاد. مثلا من در یکی از بس این لابی هایی که کرده بودن بعد از انقلاب سرنگونی 2019 8000 کمیته محلی در مثلا لابیگری نقش داشتن. ولی اینها ببین مثلا در حد گروه های با واتساپ مثلا خیلی مهم بوده، از این طریق با هم دیگه لینک می شدن و اینها، و شرایطی بوده که یعنی یک وضعیت انقلابی مردم رو هل داده به این سمت که خود سازماندهی به اصطلاح اعتراضی انقلابی بکنن. ولی شرایط پیش از این اینقدر سرکوب شدید بوده که شما هیچ حزبی وجود نداره. یعنی شما الان تاریخ این سودان، وضعیت حالا این جنبش اعتراضی که منجر به سرنگونی عمر البشیر میشه رو میخونی، شما به مثلا احزاب نمیرسی. احزاب متشکل سازماندهی شده به اون صورت وجود ندارند. در حالی که حالا مثلا نمیخوام بگم که حتما باید شابلون برداریم مثلا انقلاب‌های مختلف رو اون مثلا با اون میزان، ولی مثلا در انقلاب روسیه مثلا شو احزاب حزب داری. انقلاب اکتبر روسیه شما حزب داری، مثلا حزب بولشویک داری، حزب منشویک داری، حزب آنارشیست داری، سوسیالیست انقلابی داری فلان و اینها. بعد اینها میان در یک شرایط ویژه‌ای با هم جر و بدست با هم میجنگن فلان، به هر حال یکیشون قدرت میگیره. ما این چیزا رو در سودان نداشتیم، در ایران نداریم، در مثلا خیلی از این خیلی از کشورهایی که دچار تلاطم‌های انقلابی میشن ما احزاب انقلابی، حزب پیشتاز، پیشاهنگ انقلابی که بخواد بتونه از یک سازماندهی، از یک شرایط انقلابی بهترین بهره برداری بکنه رو نداریم. سودان و به همین ترتیب مثل مصر جنبش‌های مردمی میان تو خیابون، کمیته‌های مردمی شکل میگیرن، اعتصاب‌های مردمی شکل میگیرن، ولی اتفاقی که میفته اینه که ارتش به همراهی نیروهای رپید ساپورت فورسز که خودشون میلیشیاهایی بودن که در دارفور نسل کشی و پاکسازی قومی کرده بودن. این میلیشیاها رو میلیشیاهای اگر اشتباه نکنم اسمش از جنجویل، یادداشت کردم یا نکردم؟ یادداشت نکردم. اگر اشتباه نکنم اسم این میلیشیا است جنجویل، که توسط عمر البشیر تشکیل شده بود برای کشتار در دارفور که معادن طلا و اینها هست و عربیزه نشده و اینها شدن تبدیل به نیروهای رپید ساپورت فورسز، نیروهای واکنش سریع RSF. این نیروها و نیروهای ارتش سودان، سودانیز آرمد فورسز، این SAF دقیقاً. یعنی مثلا یک میلیشیا داری، یک ارتش اصلی، اینا اومدن کودتا کردن. یعنی شما با هم آره حالا ببین مثلا همون کاری که توی مصر اتفاق میفته، ارتش میاد بگه اوکی حسنی مبارک رو ما میذاریم کنار. حالا توی سودان یه مقدار حالت کودتا به طرش کودتاییش بیشتر بوده. بر اثر اعتراضات مردمی اینا میان میگن اوکی ما عمر البشیر رو میذاریم کنار، مثل مصر. و بعد بفرمایید ببخشید. ولی چند تا چیزش مهمه، این که پس برای ارتش مداخله کرد در انقلاب حالا هر چیزی که آره دیگه این در این تحول سیاسی به سرانجام ارتش کمک در نهایت فقط مسئله نهادهای مردمی نه نهادهای مردمی نه. و ارتش اگر تصمیم میگرفت در اون لحظه آتش بگشاید بر روی نهادهای مردمی وضعیت چیز دیگه میشد. ولی ارتش اونجا ارتش داشت پول جمع میکرد. ارتش سودان و رپید این نیروهای واکنش سریع، عمر البشیر انقدر سرمایه‌داری به اصطلاح میلیتاریستی رو افزایش داده بود در سودان که اینها شروع کردن پول جمع کردن و شرایط هم طوری شده بود که گفتن اوکی
الان حاکمیت سودان که انقدر به ما کمک کرده که بتونیم انباشت سرمایه انجام بدیم دچار تزلزل شده به دلیل اعتراضات مردمی. بهترین و ساده ترین کار در شرایط فعلی چیه؟ بیایم که دل مردم رو خوش کنیم، این حاکمیت رو، این عمر البشیر رو ورداریم، ما به کار خودمون ادامه میدیم. چه کاری داره؟ ما به کار خودمون ادامه میدیم. و یک نیروی تشکیل شد به نام The Forces for Freedom and Change، نیروهای آزادی و تغییر به نام FFC. درست؟ که اینها نیروهای مردمی بودن. بله. درسته. اینها نیروهای مردمی بودن، ولی نهادهای مردمی نه حالا به اون شدت هم. نیروهای نهادهای مردمی خودشون به FFC چیز داشتن، نقد داشتن. چرا؟ چون FFC چیز بودن به اصطلاح چجوری بهت بگم، بوروکرات های لیبرالی بودن که از دل این به اصطلاح جنبش اعتراضی بیرون اومد. وکلا و چه میدونم فهمیدم الیت و به اصطلاح دولت مردان سابق و این کسانی بودن که گفتن اوکی ما میایم یک مثلا یک چجوری بگم دولت انتقالی تشکیل میدیم. فعلا قدرت در دست ارتش و رپید ساپورت فورس RSF میمونه تا سال 2021 که اینا دیگه باید به صورت کامل ارتش برای اینکه مثلا ببین ارتش سرمایه‌داری میلیتاریستی اینطوری تحلیل میکنه که اینطوری به اصطلاح مذاکره میکنه که ببینید مردم ما تا سال 2019 عمر البشیر میذارن کنار، میگم ما تا سال 2021 شرایط رو دست خودمون نگه میداریم تا به اصطلاح شرایط آروم بشه و به اصطلاح این انتقال قدرت رو ما انجام میدیم. بعد 2021 دیگه ما میدیم دست نیروهای FFC، نیروهای آزادی و تغییر، و دیگه بعد از اون به بعد مال شما. و خیلی جالبه که تقریبا شبیه به هر کسی که میخواد در هر کشوری انقلاب بکنه و میگه دقیقاً یعنی گول ارتش رو بخوری شما همینه، میدیم دست مردم، میدیمش دست شما. و یکی از خب مثلا مردم هم میشناختن، مردم سودان ارتش و این RSF رو میشناختن که میدونستن اینا پاکسازی قومی کردن، جنایت کردن، نه تنها در سودان، در لیبی، در یمن. اینها نیروهایی هستن که به خون تشنه، یعنی دستانشون تا آرنج توی خون مردمان. خیلی نیروهای عجیبی ان کاوه، اصلا جوری که وحشتناکیه. وسط تو پرانتز قبل از جلسه داشتم میگفتم بهت که من همین جوری میگم خدای آیا شما در یک سرزمین با هم زندگی کردید جوری میکشید از مردم خودتون به مردمی که توی یه خاکی بودید که انگار این نیروی مهاجم عجیبی از یک جای دیگه جهان اومده و داره این کارو میکنه. دقیقاً همینطور که تو میگی. و یکی به همین دلیل هم از شعارها و خواسته های مردم در سودان چیز بوده، دیسبند کردن از چی میگم متلاشی شدن این نیروهای رپید ساپورت اینها. و یک چیز نکته خیلی مهمی که بعدا ما نتیجهش رو میبینیم اینه که آقا جان مراکز نظامی رو از وسط شهر ببرید بیرون. هم ارتش و هم رپید ساپورت فورسز RSF مراکز نظامیشون وسط خارتومه، وسط شهره. به مردم میگفتن آقا جان خواهش میکنیم اینا رو ببرید بیرون، هر اتفاقی بخواد بیفته اینها قرار داستان بشه برای ما. و دیگه هیچی دیگه. سال 2021 که این RSF و SAF دیگه میبینن که اون تاریخ داره نزدیک میشه که اینا قرار قدرت رو واگذار کنن، یک تحسنی هم بوده دیگه، تحسنی بود خدا یادم رفت، در تحسن مردمی بوده در یک منطقه در شهر خارتوم که برای همین که آقا جان نیروهای انتقالی و اینها به اصطلاح شرایط دموکراتیک باید فراهم بشه و اینها، نیروهای RSF ریختن همه رو کشتن. اگر اشتباه نکنم این چیزی 100 یا 300 نفر. من آمارها اینقدر وحشتناکه من اصلا فکر کنم ذهنم میخواد فراموش کنه اینها رو. مردم رو کشتن و از این لحظه به بعد دیگه شرایط یعنی مردم فهمیدن که اون انتقال قدرتی که بهشون قول داده شده بود قرار نیست اتفاق این بوده. و انقلاب مردم سودان تبدیل میشه به جنگ بین RSF و SAF برای اینکه کدوم ما بهتر میتونیم این انقلاب رو سرکوب کنیم. هر دوتا اینها برای سرکوب انقلاب با همدیگه وارد تقابل و وارد رقابت میشن. چرا؟ چون هر دوتاشون میخوان انقلاب رو سرکوب کنن که بهتر بتونن به اون انباشت سرمایه خودشون بپردازن. از چه طریق؟ از طریق همون معادن طلا، بنادری که در شرق سودان هست، دریای سرخ اینور،
طلا در اقصا نقاط سودان دقیقا. و به همین ترتیب و دیگه کشورهای امپریالیستی گرفته تا غیر امپریالیستی همشون چشم طمع دوختن به این سرزمین و هر کدوم از اینها از پیش هم ساپورت میکردن، دیگه از این به بعد ساپورتشون رو خیلی بیشتر کردن. مثلا امارات RSF رو حمایت میکنه، مثلا بعضی کشورهای دیگه مثلا نیروهای private military contractors، این نیروها ارتش‌های خصوصی مثل واگنر و بلک واتر نه همه دارن اونجا بلک میجنگن. واتر که در عراق جنایت کرد، بعد رفت در امارات اسم خودش رو عوض کرد، خودش رو تبدیل کرد به آکادمی، اسم خودش رو عوض کرد ولی آکادمی نظامی به عنوان یک شل دیگه، یک قالب در واقع در داخل خودش همچنان یعنی بسیار از این private military contractor ها، این ارتش های به اصطلاح خصوصی رفتن در UAE که شرایطی برها به دلیل شرایط ویژه خودش که UAE هم توسط بریتانیا ساخته بوده دیگه، اونجا برای خودش ایجاد کرد برای اینکه بتونه این ارتش‌های خصوصی از طریق این ارتش‌های خصوصی مردم سودان رو، مردم که نه، همین نیروهای رپید ساپورت فورسز رو می آورد امپلوی می‌کرد، می‌برد در یمن بجنگن. نیروهای رپید ساپورت RSF رو می آورد که در یمن علیه انصارالله بجنگن. از این ور همین کمپانی‌های نظامی، از این ور میدونی که تو کلمبیا ما پروسه صلح داشتیم، الان این آقای پدرو اومده شده رئیس جمهور کلمبیا، به اصطلاح یک شرایط ویژه‌ایه که به اصطلاح نیروهای فارک سلاحاشون رو گذاشتن زمین، نیروهای میلیشیاهایی که توسط CIA فاند و بهشون داده میشد و اسلحه بهشون داده میشد که علیه نیروهای فارک بجنگن و اینها، اونها هم قرار بوده که اسلحه هاشون رو بذارن زمین، ولی در واقع اینا تبدیل شدن به مرسینری فورس، نیروهای مزدور که همین نیروهای کمپانی های نظامی اینها رو از کلمبیا برمی‌دارن میارن تو سودان مردم رو قتل عام کنن. یعنی ما تعداد بسیار زیادی کلمبیایی داریم که یعنی در سودان داره الان میجنگه، هیچ ربطی، در سودان داره سودانی ها رو میکشه، در سودان در کنار نیروهای RSF، همین نیروهای میلیشیا، نیروهای واکنش سریع، داره در دارفور قتل عام انجام میده. کلمبیایی های که قبلا توسط سازمان سیا آموزش دادن و اونجا داشتن یه جنایت دیگه انجام الان که دیگه کاری در کلمبیا برای انجام دادن ندارن، اینها تبدیل شدن به نیروهای مزدور توسط کمپانی های نظامی که در امارات مستقر هستن، امارات متحده. اینها میان فرستاده میشن هواپیما. اتفاقا گندش موقعی در اومد که یکی از این هواپیمای امارات سقوط کرد، توش 100 نفر کلمبیایی مزدور کلمبیایی بودن کشته شدن، گندش این موقع در اومد. و به همین ترتیب همین کمپانی ها سودانی ها رو برمیدارن، نه مردم سودان ها، همین نیروهای قتل عام طلب میبرن اینا رو توی لیبی که این وارلوردی که هست هفتر، ژنرال هفتر، خلیفه هفتر، برای اون بجنگن. از همه اینجا هم نفت از لیبی، از این ور طلا از سودان کجا میره؟ بعد بریتانیا این وسط چیکار است؟ بریتانیا خیلی مگه امارات یک کشور فسقلیه که نیاز به اسلحه داره، نیاز به هیچی هم نداره، سالی چندین بیلیون اسلحه میخره از بریتانیا. مردم سودان میگن آقای بریتانیا لطفاً به امارات اسلحه نفروش، چون این اسلحه ها رو که امارات استفاده میکنه همه رو میده به همین RSF، نیروهای RSF که در سودان دارن کشتار و قتل عام انجام میدن، که دیدیم که تو فاشر دیگه مثلا اینقدر قتل عام کردن در فاشر که خون استخرهای خون از ماهواره ها دیده میشد. مردم سودان میگن آقای بریتانیا لطفاً نفروش. بریتانیا به من چه؟ من دارم به امارات اسلحه میفروشم. امارات اسلحه میخواد چیکار؟ جنگ مگه تو امارات؟ پس بنابراین ما داریم الان وضعیتی که داریم میبینیم، به غیر از مسئله این که هیچ شکلی از استقرار دموکراسی، هیچ شکلی از تداوم کنشگری جامعه مدنی، حضور جامعه مدنی، زنده بودن جامعه مدنی اتفاق نیفتاد، بلکه اصلا صحنه، این چیزی که تو میگی مهمه، صحنه یک در واقع تجمیع جنگ فاسد تمام درنده ترین شرکت های سرمایه‌داری
میلیتاری تا مغز استخون مسلحه و داره این پول و اسلحه و اینها داره اونجا مصرف میشه و جابجا میشه و مسئله میشه یکی از مهمترین مثلا منابع اون سرزمین باشه. در واقع بود این سرزمین انگار، حالا نمیدونم این اصطلاح درستی میتونه باشه ولی چیز دیگه به ذهنم میاد، بی صاحب رو میبینیم، یعنی یک چیز کاملا بی متاسفم. دفاع افتاده، بی هیچ چیز افتاده. و حالا سوال اگر که بخوام شاید سوال آخرم نگاش بکنیم ببخشید کاوه، قبل اینکه این سوال آخر هستش بپرسیم، که من یکی از بگو. درس های دیگه که این وضعیت برای ما داره رو بگم. یکی از درس های اتفاقا قدیمی جنبش چپه و اون هم اینه که شما وقتی، حالا اگر من گفتم که خب مثلا شرایط انقلابی بوده ولی نیروی منسجم انقلابی وجود نداشته و به همین دلیل ارتش میتونه که به اصطلاح نیرو رو همچنان در تحت سیطره خودش نگه داره. ببین یکی از اولین درس‌های جنبش چپ در طبقه کارگر اینه که شما وقتی اگر انقلاب کردی باید ساختار نظام حاکم گذشته رو از بین ببری، ساختار جدیدی باید درست کنی. این درس رو در سال 1871 در کمون پاریس جنبش چپ طبقه کارگر به دست آورد و اتفاقا بعد از چون در کمون پاریس طبقه کارگر قدرت رو در دست میگیره ولی ساختار حاکمیت رو از بین نمیبره. مثلا از بین نمیبره، در درسته. داخل همین کمون هم بعضیا چیز میگن که آقا جان ما باید بریم نیروهای سلطنت رو در کاخ ورسای در حال جمع شدن هستن و اینها رو در هم بکوبیم، از بین ببریم و ساختار جدیدی برپا کنیم، یک ساختار نظاممند جدید اینا واسه یک جناح دیگه بودن میگفتن نه آقا جان ما پاریس رو گرفتیم دیگه، همین حله، اوکیه و بذارید همینجا کارمون رو انجام بدیم، نظام مثلا سوسیالیستی رو همینجا بسازیم. و نمیکنن این کارو. 90 روز فقط ادامه پیدا میکنه کمون پاریس و ارتش پروس که با ارتش فرانسه در جنگ بود میگن که آقا جان شما انقلاب شده، ما جنگو بذاریم کنار، بیایم با هم دیگه انقلابتون رو سرکوب کنیم، بعداً با هم میجنگیم مثلا. و هیچ که به همین ترتیب کمون پاریس سرکوب میشه و قتل عام میشه. و مارکس میاد بعد از این تئوری دیکتاتوری پرولتاریا رو چیز میکنه دیگه، تدوین میکنه که نه به عنوانی که ما باید دیکتاتوری بکنیم ولی به این مفهوم که پرولتاریا کارگر صنعتی، کارگر انقلابی وقتی انقلاب میکنه باید یک نظام سیاسی جدیدی بیاره، نمیتونه بر اساس به اصطلاح همون نظام سیاسی قبلی این کار رو انجام بده. در سودان ببینید ساختار اقتصادی رو نمیتونه به اون شکل نگه داره. نمیشه، همون میدونه، یعنی دنیای کهن خیلی سفت چسبیده دیگه، دنیای کهن سفت چسبیده و نمیذاره که. در سودان هم این اتفاق میفته، یک جنبش انقلابی صورت میگیره، شرایط انقلابی بوده، به اصطلاح اون شخصیتی که نماینده نظام کهن بوده آقای عمر البشیر سرنگون میشه ولی نظام و ساختار حاکم سرنگون نمیشه، چون ندارن تواناییشو نتونه. در مصر هم به همین ترتیب بوده، حسنی مبارک سرنگون میشه ولی ساختار سرنگون نمیشه. ولی وقتی ساختار سرنگون نشه، ساختار خودش رو باز تولید میکنه و نیروهای و دیکتاتورهای جدیدی میسازه. مثلا در مصر هم داریم میبینید دیگه. و به همین ترتیب شما اگر انقلاب میکنید، اولا که برای انقلاب صرف شرایط انقلابی و کمیته های مردمی کافی نیست، شما باید نیروی سازماندهی شده، سازمانمند انقلابی داشته باشی. و دو، وقتی که شما به اصطلاح به پیروزی میرسی باید ساختار حاکمیت رو کن فیکون کنی، وگرنه اون ساختار کهن خودش رو باز تولید میکنه. خیلی ازت ممنونم که سوال آخرم دقیقا همین بود، بدونی که بپرسمش جواب دادی بهش. میخواستم بپرسم ازت دقیقا همین، این چه نکته‌ای برای جنبش ما داره. خیلی مقایسه میشه مسئله سودان با ما، به ویژه به خاطر اون رهبری که زنان در اون قیام داشتن، خیلی هم با زندگی آزادی مقایسه میشه. ولی به نظرم این جوابی که دادی پاسخگو هستش. نکته دیگه داری؟ همین رجیم که حالا اگر بخوایم این مسئله رو راجع به اتفاقا ایران هم در سودان نقش داره. ایران از نیروهای سودانیز آرمد فورسز حالا تا حدی حمایت میکنه و اینم دلیل جالبی هم داره. البته من خیلی سعی کردم دلیل اصلیش رو، چون اینا که آشکار که نیستش که هیچ کدوم از این کشورهایی که از هیچ کدوم از اینا حمایت میکنن نمیگن دلیلشون چیه. ولی خب مثلا ما میتونیم بفهمیم که مثلا امارات دلیلش برای حمایت از رپید ساپورت فورسز طلاه. امارات یکی از جاهایی که طلا، یعنی طلای سودان میره اونجا. بریتانیا چرا؟ برای اینکه بریتانیا میخواد اسلحه بفروشه به امارات که امارات یعنی همه دارن سود میبرن از این وضعیت.
این کمپانی هایی که بعضیش آمریکایی هستند، بلک واتر آمریکاییه، این کمپانی های نظامی که خیلیشون آمریکایی هستند و با اسرائیل اتفاقا خیلی روابط تنگاتنگی دارن، اینها دارن چیز میفروشن، نیروی نظامی جابجا میکنن و میفروشن و اینها از این طریق دارن از جنگ سودان دارن سود میبرن. ایران روسیه هم که این وسط حالا به دلیل اینکه حالا حدود فکر کنم دیگه مثلا 60 بیلیون دلار از به اصطلاح سرمایه‌های روسیه توسط آمریکا بلوکه شد و روسیه هم دیگه مثلا احتمالاً به این فکر که از به هر حال یک اینم باید یه سودی از این وضعیت ببره، روسیه هم از فکر کنم از هر دو طرف یک حمایتی یه جوری از به هر حال نیروهای واگنر روسیه هم اینجا دخیلن دیگه تو دارفور. آره درسته. هم نیروهای واگنری که توی اینا هم چیزن، اینا هم کمپانی های خصوصی نظامی هستن، در لیبی فعالن. درسته. ایران هم تا جایی که به اصطلاح عقل من قد میده، ببین به همون دلیلی که در دوره احمدی نژاد اگه یاد باشه ایران سعی میکرد با جیبوتی نزدیک بشه که این یه سری به اصطلاح از این ایرانی ها مسخره میکردن که چرا میخواد به ایران به جیبوتی. خب بابا جان یک نقطه استراتژیک خیلی مهمیه در این، اگر اشتباه نکنم خلیج عدن، اون جایی که این تنگه که از سمت دریای سرخ میره بالا. شما اگه جیبوتی، یعنی مثلا برای ایران از نظر ژئوپلیتیک اگه بخوای بگی، شما اگه یمن رو داشته باشی که خب مثلا الان هم پیمان ایران هست یمن، جیبوتی رو هم داشته باشی، اون تنگه شاهر مثل تنگه هرمزه از نظر شاهراه حیاتی اقتصادی، مهم رو داری. جیبوتی رو داشته باشی اون تنگه مال شماست. شما میتونید مثلا به همون طوری که تهدید میکنید تنگه هرمز رو میبندن، میتونید تنگه مثلا اینجا خلیج عدن رو هم ببند. دقیقاً. یه در نتیجه ایران یک پایگاهی در به اصطلاح این دریای سرخ و اینورم در شرق آفریقا از نظر ژئوپلیتیک میخواست و به همین دلیل هم از نیروهای سودانیز آرمد فورسز SAF، اینها شرق سودان دستشونه، RSF غرب سودان دستشه، SAF شرق سودان دستشه. ایران در نتیجه از اینها، و ایران هم یه دخالت از اینها حمایت میکنه، از SAF حمایت میکنه که به اصطلاح حداقل اینها نیروهایی که در حال نسل کشی و پاکسازی قومی میکنن نیستن. این SAF که ایران به اصطلاح باهاش ارتباط داره، نیروهای نسل کش و پاکسازی قومی طلب اینها RSF هستند که در غرب سودان هستن، در دارفور، در غرب سودان و شرق دست خارتوم و شرق و اینا دست SAF که اینها با ایران ارتباط دارن و ایران هم براش به اصطلاح از نظر ژئوپلیتیک اینکه یک بندری اونور دستش باشه براش مهمه. ولی اینکه حالا درس های این وضعیت برای ایران چی، این راجب خیلی حرفای زیادی میشه زد. سودان چه ربطی به ایران داره؟ مثلا همین که مثلا درس های این وضعیت برای حاکمیت ایران هست، برای مردم حالا به کنار، برای حاکمیت ایران درسش چیه؟ به نظرم برای مردم رو گفتیم کاوه، برای حاکمیت رو کوتاه بگیم بد نیست. برای حاکمیتش آقا جان، شما اگر در داخل کشور خودت نارضایتی های گسترده بر مبنای قومی، ملی، مذهبی و اینها ایجاد کنی، شرایط طوری میشه که نیروهای امپریالیستی و استعماری اون گوشه نشستن اینطوری آمادن که شما نارضایتی های قومی اینا درست کنی که بیان بکنن ازت. جنوب سودان جنوبی رو چجوری کندن از سودان بزرگترین کشور آفریقا با افتخار، با تاریخ، چجوری کندن؟ چون که دولت مرکزی سودان پاکسازی قومی میکرد، نسل کشی میکرد، جنگ راه مینداخت در این مناطق. یعنی ببین بعید نیستش که الان دارفور اینا رو بکنن از سودان، جدا کنن. یعنی سودان به این صورت سودان جنوبی رو متلاشی کردن، از سودان جدا کردن، دادنش دست نیروهای قومی و عشیره‌ای و هیچ تبدیلش آقای کلاه کابوی بر سر و وابسته به غرب و اینها. اگر یعنی برای حالا مثلا حاکمیت ایران هم میتونه یه چنین درسی داشته باشه که اگر شما سرکوب قومی، ملی، مذهبی اینها در ایران وجود داشته باشه، اصلا در اون سطح سودان نیست، اصلا در سودان یک فاز عمر البشیر، یک فاز دیگه پاکسازی قومی اینا میکنه، درسته، اصلا در اون سطح نیست. ولی اگر شرایط مهیا بشه، غرب
امپریالیسم، استعمار حمله میکنه و یک آماده چنین اونجا شد. وایساده. برای مردم ایران هم به هر حال بس طولانیه و به نظر من ما الان اینم میگم که ما الان در ایران در شرایط انقلابی نیستیم. به نظر من یعنی شرایط مهیا برای انقلاب مردمی و اصلا نیروی انقلابی در ایران وجود نداره، حزب انقلابی، سازماندهی انقلابی وجود نداره و الان به نظر من شرایط ایران شرایطیه که نیروهای مردمی باید حقوق خودشون رو بطلبن به هر طریق ممکنی از نظام حاکم بر ایران. این نظام حاکم بر ایران گند زیاد زده در تاریخ ایران، گند اقتصادی زده، گند از منظر اجتماعی زده، از منظر آزادی‌های فردی و اجتماعی زده، مسئله پوشش مردم رو تبدیل به مسئله امنیتی کرده، ذهنیت مردم ایران رو در برابر امپریالیسم و استعمار بی سپر و بی دفاع کرده، اصلا گند بسیار زیاد زده. خب ولی به نظر من شرایط فعلی، شرایط امروز ایران شرایط تقابل با نیروهای امپریالیستی و نیروهای استعماری که چشم تیز کردن که همون بلایی به سر ایران بیارن که بر سر سودان آوردن. به نظر من مردم ایران این نکته مهمیه، تمام حقها رو دارن برای برپایی جنبش‌های آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت خواهانه و حتی به اصطلاح تا جایی پیش برن که نظام حاکم رو وادار به دادن امتیازهای حد اکثری بکنن. ولی شرایط امروزین جامعه ایران شرایط انقلابی، یعنی اون سه تا گزینه‌ای که برشمردیم، به نظر من نیست. حالا این که چرا هست میتونیم یک برنامه دیگه رو بهش اختصاص بدیم. شرایط ما شرایط انقلابی نیست، ولی شرایطیه که شرایط مقاومت علیه هم نیروهای ارتجاعی در داخل حکومت، نیروهای مختلف ارتجاعی، بعضی از ارتجاع طرفدار غربن، بعضی از ارتجاعهای مدل دیگه هن. هم مقاومت در برابر نیروهای ارتجاعی در داخل حاکمیت و هم مقاومت در برابر امپریالیسم و استعمار. و اگر ما این رو درک نکنیم و اگر سپرمون رو در برابر امپریالیسم و استعمار بندازیم و اگر مدافع حالا اون چیزی که من بهش براندازی به هر قیمتی باشیم و به اون سمت بریم، آقا جان چشممون فقط به سمت اسرائیل و آمریکا و که بیان برای ما براندازی بکنن بره، بلایی رو سر ما میاره امپریالیسم که به سر سودان آورده. حالا سودان ما میگیم تاریخ داره بزرگ، ایران چند لول از اون، حالا اگه بخوای بگی مستقل‌تر، تاریخش پیوسته تر، ولی به هر حال پتانسیل این اتفاق ممکنه که وجود داشته باشه. ایران ما افتخارمون اینه که کشور مستقلی هستیم، برای این استقلال خون دادیم، 100 سال جنگیدیم، انقلاب کردیم و اگر نفهمیم و قدر این استقلال رو در این شرایط فعلی ندونیم، غرب امپریالیسم بلایی رو سر ما میاره که سر سودان آورده، بلایی رو سر ما میاره که سر افغانستان آورد برای 100 سال از وقتی که از به اصطلاح ایران کندنش و جدا کردنش و تبدیلش کردن به یک سرزمینی که هر سال یک نیروی بیگانه متفاوتی بهش حمله ور میشه و در داخلش هم دائم جنگ داخلی متاسفانه وجود داره. یعنی قدر این استقلال رو بدونیم برای به دست آوردن آزادی ها و برابری، عدالت، خواسته های بسیار انسانی خودمون در داخل ایران مبارزه کنیم، حق طلبی کنیم، ولی یک چشممون اگر به سمت ارتجاع داخلیه، یه چش دیگه هم باید به سمت امپریالیسم و استعمار باشه. خیلی ازت ممنونم کاوه. البته خب نظر خیلی همین هستش که حالا چقدر واقعا میشه اولویت رو گذاشت روی مسئله اینکه چشممون فقط به استعمار باشه، وقتی که همون موضوعی که خود مطرح کردی چقدر نظام حاکم داره در واقع کمکاری میکنه و مسئله رو خودش حاد میکنه. ولی میتونیم مفصل بعدا دوباره راجعش صحبت بکنیم، اما به نظر من واقعا با همه توضیحاتی که دادیم میشه نقشه واضحی از این دید که سودان میتونه در واقع آینده‌ای باشه، خدای نکرده که ما باید حواسمون باشه مشابهتی هرگز آینده ایران بهش پیدا نکنه. خیلی ازت ممنونم.
در وقتی که گذاشتی. خیلی ممنون از تو و و به هر حال من دیگه در حد توان خودم سعی کردم که به هر حال این مسائل رو مطرح کنم. من خیلی خیلی قدردان این وقتی که گذاشتی برای مطالعه قبل از برنامه هم هستم و من میدونستم که تو کار کردی اونجا و خب به هر حال اشراف داری به کلیت مسئله. مهمترین مسئله استعمار بود در اون منطقه که خب تو بدون شک بهش مسلط بودی. من خیلی خیلی ازت یاد گرفتم. امیدوارم که برای تمام کسایی هم که برنامه رو میبینن همینطوری باشه. و این هم قسمت 5 دو نقطه. ممنون میشم که مثل قبل برای ما کامنت بذارید. ما فکر میکنم کامنت قسمت 3 بود خیلی زیاد بود و خیلی نظرات مختلفی گذاشته بودن. برای ما خیلی مهم بود، خیلی به کارمون اومد. آره فکر کنم قسمت 3 خیلی کامنت داشت و به هر حال ما از این کامنت ها یاد میگیریم و میفهمیم که چه مسائلی رو باید مطرح کنیم، چه مسائلی به اصطلاح بازخوردش جالب بوده، خوب بوده و اینا. دقیقاً. خیلی ازتون ممنونم. بازم ازتون ممنونم کاوه. ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و همین. تو صحبت آخری داری؟ خداحافظی چیزی؟ نه دیگه، خیلی ممنون. دیگه الان وقت از نیمه شب گذشته اینجا برای تو هم همینطور و دیگه بریم بخوابیم. خیلی ممنونم که تا این ساعت هم بودی کاوه. ممنونم ازتون. روز و شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. خدا.